خورشید می براید از شانه های راغون، دل را کند منور نور و صفای راغون. امروز پنجشنبه است، 20 فوریه سال 2025. تو انجام زمستان از روی حساب‌های ما و ما 10 روز دیگر باقی ماند، ولی از روی حساب‌های عنعنوی محلی هزار سالها که اینجا ادامه دارد، چیله و حساب‌های آخرینش امروز به آخر میرسد و رو به بهار است. الا صاحب وطن فصلی بهار است، دمی گل کردنی ننگ است و آر است. براغون سهم اگر حالا گذاری، تو را فردا سعادت انتظار است. یعنی در راغون بهار اصلی پیش آمده ایستاده است که این تأمینگر بهار همیشگی تاجیکستان می باشد. در تاجیکستان همان وقت بهار حقیقی پیش می آید، تنتنه می کند و دل دیدهمان را روشن و منور می سازد که این طرح بنیادی و سازنده و کشورساز ملت‌زا پر مورد استفاده قرار می گیرد و به طور همیشگی شب و روز، زمستان و تابستان نور و صفا القا می کند و نه تنها خانه و کاشانه اما اینچنین آینده این کشور و نسل‌های بعدی ما و شما را روشن و منور می‌گرداند. یعنی این طرح رسالت روشنگرایی را دارد که برای همه محبت سازنده پیشنهاد می‌کند، نه تنها تاجیکستان و تاجیکستانیان را، بلکه کل منطقه و ساکنان آن را خرسند می‌گرداند و دل و دیدهشان را نیز روشن و منور می‌سازد. یعنی رسالت راغون پیش آوردن روشنی محبت ساز. البته بیننده عزیز، هوادار اصلی این طرح سازنده و بنیادی و کشورساز ملت‌زا مشاهده میکنید که در این موضوع تغییرات‌های جدی پیش آمده. موافق نقشه حکومت جمهوری تاجیکستان برای بنیادگذاران که در موافقه با کارشناسان بانک جهانی و مصلحت و مشورت متخصصان ورزیده بین الخلقی پیش آمده است، امسال سربند اساسی نیروگاه که از روی نقشه باید 335 متر را تشکیل کند، به درجه همون لاهیوی برداشته می شود و اکثر آن چیزهایی که ما و شما اینجا می بینیم تا آخری سال، یعنی تا آخری ماه دکبر 2025 زیر آب می مانند و تمام انشاءات اینجا فعالیت داشته که دامن 50 سال در اینجا فعالیت دارند و موضعهای نسبتاً بلندتر می کوچند به خاطر ادامه فعالیت خویش و این عملها ما هواداران طرح تبدیلساز، یعنی شما بیننده های عزیز، ساکنان این کشور افسانوی را باور اعتماد می بخشد که راغون در وقت تعیینی مورد استفاده قرار می گیرد، رسالتش را اجرا می کند و به خاطر آبادی کشور و زندگی شایسته ساکنان این سرزمین افسانوی 100 ساله ها خدمت می نماید. و از همه مهمش برای از خود کردن ذخیره بزرگ گیدر انرژتیکی تاجیکستان که از روی حساب‌های علما اساسناک بوده 527 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد، یعنی نسبت به استحصال امروزه برق در تاجیکستان 70 کرات علاوه پیش می‌آید و امکانی به پرواز آمدن آرزوهای هزار ساله ها را پشتیبان می‌گردد. الا صاحب وطن ای مرد با آر، به نیروگاه نیروی تو در کار. اگر خواهی وطن گردد چراغان، برای ناب راغون
سهم بگذار.